چشمان سیاهم کردی تباهم چشمان سیاهم کردی تباهم دیده بر آهم باز بیام دیده بر آهم باز بیام چشمان سیاهم کردی تباهم چشمان سیاهم کردی تباهم دیده بر آهم باز بیام دیده بر آهم باز بیام سبزی نپوشم کردی خموشم سبزی نپوشم کردی خموشم سوزم ز هجرت لیکن خموشم عشقت زیر عشقت زیر عشقم باغ و بهشتم آتش نگاهم باز بیام آتش نگاهم باز بیام چشمان سیاهم کردی تباهم چشمان سیاهم کردی تباهم دیده بر آهم باز بیام دیده بر آهم باز بیام دیده بر آهم باز بیام دیده بر آهم. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو رو به دیدن انتخاب کردین. امیدوارم هر جای که هستین جور خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از هنرمند بسیار عزیز ما یونس عزیز می باشه که ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو از تمام شما عزیزان سپاسگزاری میکنم به خاطر حمایتتون از این کانال. لطفاً کامنت و لایک فراموش نکنین دوستای عزیز. کسانی که ممبرشیپ خریدن و یا کسانی که در سایت آنلاین از من میگیرن، میخوایم که از اونها یک جهان سپاسگزاری کنم. اینا یک خدمت بزرگ میکنن برای موسیقی افغانستان و در ضمن برای خودشان که موسیقی را به شکل علمیش یاد میگیرن، خودش میتن و همچنان چانس از این میتن که این کانال دائمی در خدمت دیگه دوستای ما باشه که توان از این ندارن که پرداخت فیس موسیقی را پیش یک استاد موسیقی داشته باشن. دوستای عزیز، میریم و ویدیو را شروع میکنیم. چشمان سیاهم کردی تباهم دیده براهم باز بیا. در قسمت شعرش و کمپوزیشنش ما معلومات ندارم. شما اگر میفهمید دوستای عزیز ما را هم در جریان بانین. آهنگ هنرمند عزیز ما یونس به زیبایی بسیار خاص خواندن و ما کوشش میکنیم که این آهنگ کار کنیم. و شما پیش از شما دوستای عزیز ما معذرت میخوایم اگر در آهنگ شما کمی و کاستی دیدین. دوستای عزیز، این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی جور شده دوستای عزیز و ما ایره میخوایم که از ای بخوانیم. البته در این آهنگ اردو ری استفاده شده. تنها یک نوت است که بیرون از اسکیل است، دیگه نوتایش داخل اسکیل می باشه. میریم و شروع میکنیم دوستای عزیز. خب اگر ما از ای بخوانیم، اسکیل ما چی شکل داره؟ یعنی اسکیل امی بهروی، راگ بهروی چی رقم شکل داره؟ ساری گما پادنی سا سنی دپا مگره سا آهنگ توسط یک آلاب شروع میشه. البته این آلاب عین اون آلابی نیست که یونس عزیز خواندن. ما یک آلاب جور کردیم که خودم خواستیم که ما آلی را یک انگشت نشان میدم. آلاب از پر شروع میشه.
البته دینمی آلاب که انتروی آهنگ است، یعنی چلن آهنگ در آلاب تشریح شده. آلاب که آدم میشنوه میفهمه که اینمی آهنگ در کدام راگ جور شده یا در کدام اسکیل جور شده، یعنی چلن امی آهنگ است که آهنگ دوباره پس میایه و اینمی جستات میشه سر ای ماینر کورد و آهنگ از پس شروع میشه. چشمان سیاهم کردی تباهم، چشمان سیاهم کردی تباهم، دیده براهم باز بیا، دیده براهم باز بیا. کوروس و یا آستایی آهنگ امی بود. شما دیدین دوستای عزیز که اردوی ریده اینجا استفاده شده بود. چشمان سیاهم کردی تباهم، دیده براهم باز بیا، دیده براهم باز بیا. خب ملودی آهنگ از پس شروع میشه همچنان. دوستای عزیز من امرای یک انگشت امی ملودی از یا انترلودش هم امرای یک انگشت نشان میتم. که بعد از او انتره شروع میشه. سبزی نپاشم کردی خموشم، سبزی نپاشم کردی خموشم، سوزم ز عشقم گرچه خموشم، عشقت سرشکم، عشقت سرشکم، باغ و بهشتم، آتش نگاهم باز بیا، آتش نگاهم باز بیا. همراه یک انگشت. سبزی نپاشم کردی خموشم، سبزی نپاشم کردی خموشم، سوزم ز عشقت لیکن خموشم، عشقت سرشکم، عشقت سرشکم، باغ و بهشتم، آتش نگاهم باز بیا، آتش نگاهم باز بیا. آهنگ دوباره در ای ماینر کورد استارت میشه. ریتمی که در ای آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در گده مایره تمرین میکنیم. چشمان سیاهم کردی تباهم، چشمان سیاه